حالا بخون اینجا رو نگاه. تنبل چی گفتی؟ تنبل همیشه خوابه، جاش توی رخت خوابه. وقتی خروس میخونه بچه خوب میدونه، باید بلند شه از جاش بخنده مثل آفتاب، مثل گلاوا بشه، تمیز و زیبا بشه. دیگه همین؟ بازم بلدی؟ نمیتونم. باید فکر کنی هر وقتی که یادت افتاد بگو که باز با هم بخونیمش. بله قشنگ بود، خیلی شعر قشنگی بود این آخری خوندی. هیچ دختری اینجوری نمیتونه بکنه. این دختر خارجیه. آره دختر خارجی دیگه همینه دیگه. هیچ بچه زرنگی اینجوری نمیخونهش، هیچ کی.